من این سنگ گنده رو بستم به این رفیقمون. سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از ریاکت به ویدیوهای مسترویس. ویدیو قبلی که مسترویس یه ویدیو جدید داده بود اونو براتون گذاشتیم. الان اومدیم سراغ یک ویدیوی دیگه که قدیمی تره. تیتر ویدیو چیه؟ چیزی که خود مسترویس گذاشته. آیا حاضری برای $500,000 خطر غرق شدن رو به جونت بخری؟ بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم دوبله فارسی و ببینیم چه اتفاقاتی داخل این ویدیو داره میفته. همراه من باشید. من این سنگ گنده رو بستم به این رفیقمون. سلام. و با تموم شدن این زنجیر دوستمون به اعماق دریا کشیده میشه و این فقط یکی از 7 تله مرگباریه که براش برنامه ریزی کردیم. آها خب تا اینجا کار ویدیویی که همین اول دیدم شکل همون سگانه مک بود که براتون ریاکتشو میرم و میذارم. 3 تاشو پشت سر هم میذارم که بتونید ببینید. میزنم پارت 1 مک، پارت 2 مک و پارت 3 مک که راحت‌تر بتونید اون 3 تا ویدیو هم نگاه کنید. و چالش‌های متفاوتی احتمالاً برای این بنده خدا در نظر گرفته و باز مجدد میخواد پدرش رو در بیاره. تعادل تو ارتفاع چند 10 متری، دزدی از یه خرس گریزلی 500 کیلویی، رانندگی توی میدون واقعی مین و برنامه‌های دیگه. اگه بتونه از پس همه اینا بر بیاد من بهش یه جایزه $500,000 میدم. $100,000. اما اول از همه باید بتونه از پس این یکی تله بر بیاد. این چالش انقدر خطرناکه که ما مجبور شدیم قواسای حرفه‌ای بیاریم تا یه وقت اتفاقی نیفته. هر ثانیه که میگذره اون بیشتر تو عمق اقیانوس فرو میره. وای اومد بیرون، موفق شد. مرحله 1 با موفقیت پشت سر. الان یه قدم به $500,000 نزدیکتر شدی. آره. اما بر اومدن از پس تله بعدی به این راحتی نیست. به تله مرگت دوم خوش اومدی. قفسو باز کنی. چشمندتو بردار و پشتتو نگاه. این همون خرسه نیست تو پایتخت بود. تو چقدر نمکی بی خیال این خرس گریزلی 500 کیلویی حالا نگهبان پولای تو. انگار این داداشمون خیلی هم به کارش متعهده. پول جایزه تو به کیفای $50,000 تقسیم شده و هر چقدرش رو که بتونی همراهت بیاری در ادامه ویدیو سرش رقابت میکنی. چالش شروع شد. موفق باشی. یکی نیست به آخه خرس بیشرف، تو پول چه نیازی؟ Here comes the money. Here we go. بذار خودم بزنم به اون. خیلی به خرس نزدیک شده. بین این همه کیسه رفتی سراغ اون؟ چطوری اینقدر خون سردی؟ یارو اندازه گردن خرسه بازوهاش پشماش ریخته. رفقا امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب چنل یوتیوب یادتون نره که باعث دلگرمیه. بریم سراغ ادامه کار. این ظاهر آروممونم اینا در باطن خودمو خیس کردم. خرسه ازت چشم مر نمیداره. احتیاط کن داداش. میتونه بخورت تا. با اینکه بایران واقعا میترسید که این آقا خرسه یه لقمه چپش کنه. برادر آقا خرسه علنا روی یکی از کیفا جا خوش کرد. الان کیفه رو پاره میکنه. خرسه قشنگ قفلی زده روی یکی از کیفا. بذار سرش گرم. بایران با استفاده از این موقعیت همه کیفا رو جمع آوری کرد تا جایی که فقط اون کیفی که آقا خرسه داشت میخوردش موند. آخرین $50,000 تا رو خرسه داره میخورتش. بایران جان میتونی همین الان دست نگه داری؟ اگه خیلی میترسی مجبور نیستی اون $50,000 تای آخره بگیری. میتونی با همین مبلغ ادامه بدی. با همین پولایی که جمع کرد. چه گیری هم داده. نه بی خیال نمیشه. باشه پس مواظب باش. فعلا برش ندار، بذار یه خورده بی خیالش بشه. میخواد حواس خرسه رو پرت کنه تا از کیف پول دور بشه. خب داداشمون الاناست که به فنای عظما بره. احتمالاً اون اولین آدم تو دنیاست که میخواد یه خرس 500 کیلویی بکشه سمت. خدایا رفت سراغ آخرین کیسه. وای خدا شد. تبریکات ویژه. حالا وقتشه بریم سراغ تله سوم که احتمالاً بشناسیدش، ولی خب یه چیزایی توش برای بایران تغییر دادی. چشمندتو بردار، به تله مرگ بعدی خوش اومدی. خدا ازت نگذره جیمی. داداش تازه هنوز نرفتیم تو هوا. بابا دهنتو سرویس. ببرمون بالا. ورزشکاری رفیق. به تیغه تعادل مرگ خوش اومدید. خدایا بس یا دیگه. اگه میخوای میتونیم بگیم تیغه $500,000. جایزه $500,000 تو توی ارتفاع 30 متری شناوری.
تو باید با حفظ تعادل قفل تک تک کیفای تو مسیر تو باز کنی و بعد بندازیشون پایین روی سطح هدف. هر کدومه که بتونی بندازی روی هدف مال تو میشه و اگه بیافتن توی آب از دست میرن. یا خدای خوش. نکنه ترسیدی پرنسس بابا. ببینیم بابا، تنها پرنسس جمعمون تویی. تازه پاهات هم مثل پای بارمی میمونه. اینجا رو داشته باش. رفت که بره. وای اولین قدم رو برداشت. واقعا داره میره. وای خدا جون، پاهاشو ببین، عجب وضعیتی. حالا باید به کیف برسی. خدایی ترسناکه چون میبینید که داره به سمت جلو خم میشه. داداش اوضاع چطوره؟ میبینم ترسیدی. رسته میکنه یه خورده زیادی چقدر جلو گذاشتن این کیف بدبختو. حرف میزنی. خب تو حرف نمیزنی. یا خدا، یا خدا. خب میخوای از اونجا بندازیش؟ میره تو آب. ای وای ای وای ای وای، اولیش فرود اومد. بایرون داداش فعلا خوشحال نباش، هنوز 9 تا کیف دیگه مونده. رفت واسه نشونه گیری. وای وای وای، پام بد جوری گرفته. بیا پامو ماساژ بده پرنسس علی. انداختش. تا اینجا 2 تا کیف. ببینیم با بقیهش چی کار میکنی. رفت سراغ سومین کیف. باریکلا. تا اینجا 200,000 دلار. سومین کیف. باریکلا. تا اینجا 200,000 دلار جمع کرده، ولی بایرون هنوز نصف راهو هم نرفته. وای چه بادی داره میاد بایرون. آره انگار واقعا داره شدید میشه. نه پام بد جوری میلرزه. ای وای جدی داره میلرزه. اوه نزدیک بوده. این بنده خدا بیفته اون تنها پاره چیزی. ایفتی رو دستمون. کیف بعدی هم پرت کرد. اوه خدا افتاد بیرون. 50 تاش پرید. تو میتونی. اگه براتون سواله که این دوست کله خرابمون کیه، باید بگم اسمش بایرونه. یه تکاور با سابقه ارتش، یه جنگجو با سابقه حضور توی خطرناکترین مناطق جنگی دنیا و میخواد پول جایزه رو ببره خونه برای بچه‌هاش. ازم بریم. همینه ای وای! تا همینجا 100,000 دلارش به چرخ آب رفت و اگه الان بیفته 100,000 دلار دیگه هم از دست. میخوام دوتای بعدی رو بندازی. زدی وسط خار. آره. خیلی خوب، آخرین کیف. بعد مخمسه گیر افتادم. بایرون به خاطر بچه‌هات بندازش. بایرون متاسفانه پول زیادی تو این چالش از دست دادی. 150,000 دلار و تازه این فقط چالش سوم بود. جمی بلی. بیا یه معامله‌ای بکنیم. اگه بهم 100,000 تا بدی از اینجا میپرم پایین. 50,000 تا خیرشو ببینی. 75 تا. سگ تو ضرر، میخوام پریدنشو ببینم. داداش مگه مخه تاب برداشته 30 متر وسط آسمونی. کجا میخوایی بپری؟ وای آجی یارو تکاور بوده دیگه. کجا میخوایی بری؟ نمیپره. یا خدا! بایرون تو دیوونه ای. آره یکی داوری گفتن. خیلی خوب بایرون، وقتشه که تو و 425,000 دلارت برید به مرحله 4. میتونی چشمندتو برداری. علاقه شدیدی هم داره به 7 مرحله بودن مستر بیست. به میدون مین مرگبار خوش اومدی. بابا این دیگه توی نامردیه. این میدون مین 20 تا بمب بزرگ برات کمین کردن و تو نمیتونی بفهمی که کجا. تو روح جیمی. تو باید پولاتو با ماشین ببری اون طرف، ولی باید مواظب باشی چون در ازای هر مینی که میتره کنی کل پولهایی که تو اون ماشین هست تبدیل به خاکستر میشه. خیلی خوب گرفت. ولی خوشبختانه 5 تا شانس داری که پولتو نجات بدی. میتونی همه پولا رو بذاری تو یه ماشین، میتونی بین 5 تا ماشین تقسیم کنی. انتخاب با توه. خب این از ماشین شماره 1 چقدر پول میذاری توش؟ هیچ. حتما باید تو 1 بذاره. نمیشه انسان تو 1 و 2 اینو نظر وایس آخری رو بذاره. منطقیه. ماشین شماره 2 چی؟ 25 تا. 25,000 تا تو این یکی؟ نه میتونی همشو بذاری تو اون آخری و دعا کنی منفجر نشه. میتونه 25 تا تو این ایول ماشین. بریم تو کارش. بقیه پولم میذارمش تو همه رو ماشین. بذارم تو آخری؟ هیچ آدم عاقلی انتخاب نمیکنه که پولاشو بجز تو ماشین آخری بذاره. ولی خب تا اینجای ویدیو فهمیدیم که بایرون خیلی هم بچه نرمالی نیست.
میدونی مزیت بزرگ این مرحله اینه که من تجربه زیادی به واسطه شغلم از بمبای کنار جاده‌ای دارم، ولی این دفعه قرار نیست خودم تو ماشینه پس بشم. یعنی واقعا توی یه ماشین بودی که از روی مین رد شد؟ آره، تروریستا بمبا رو خیلی برده بودن تو عمق زمین و وقتی که منفجر شد یه سوراخ خیلی بزرگ تو جاده من نمیدونستم. پس جانباز شدی، فقط پشماز میخوره؟ نه بابا، اون قدم سوسول نیست. اینطور. خیلی خوب، بریم سمت پناهگاه. زم بره. و حالا ریموت خدمت شما. ریموت الان به ماشین شماره 1 وصله. اگه بری رو مین، ماشینم میره رو هوا. خب بچه‌ها بریم تو کارش. رفت تو کارش. یا. البته تو این ماشین اولی هیچ پولی نیست. سنگ مفت گنجش فکر کن ماشین واقعی رو بتونی با کنترل برونیش. هر چقدر بتونی با این ماشین بخش بیشتری رو بررسی کنی، ریسک ماشینای بعدیت کمتر میشه. میتونی از مسیر سمت راست یا سمت چپ بری، انتخابش با خودت. چپی. حاجی پرام ریخته، هر لحظه ممکنه ماشین بره رو هوا. رفت. خیلی خوب، چپی مین داشت. یه ماشین چپه شد، 4 تا یه دیگه مونده. اما این بار پای $25,000 در میونه. چه رفتی؟ وای. یه مسافر قاچاقی داره. کارل، واسه چی رفته اون؟ احتمالاً میخواد مطمئن بشه که ماشینت قشنگ میسوزه. مامورم حواسمو جمع میکردم. ای کارل، خیر ندیده. توی اولین تلاشش مسیری رو انتخاب کرد که مین توش بود، پس اون یکی مسیر امنه. پشیمونی 25,000 تا گذاشتی آره، توش؟ دکمه غلط کردن خب نداره. دوباره رسید به یه دوراهی، میتونه از چپ بره یا راست. این دفعه میرم راست. ببین من تایمر رو نمیبینم کجاشه خب، ولی داستان خیلی سختی و به نظرم نتونه نجات بده پولش رو. کل این نه 20 و کلا میگم اینجاش که به خیر گذشته. میتونستم همون تو بمونم. $25,000 رفت. 2 تا از ماشینا چپه شدن و $25,000 از دست دادی. حرف نزنی نمیکن لالی. با پولش میتونستی یه ماشین خوشگل مشکل بگیری. کارل، این رفیقمون توانایی کشتن تو داره. رسما اعلام میکنم غلط کردم. خب بایرون، تو تا الان نصف مسیر رو هم نرفتی. فقط 2 تا شانس دیگه واسه امتحان داری و بعدش باید ماشین $400,000 تو بفرستی تو دل این مینا و اگه ببازی کل پولات په. ای توفت. ماشین سومو بفرست بره. باشه بریم. آره داداش، تو خودت بمبی. نولان، به نفع توی بری بیرون وایس. حالا میتونی تمرکز کنی. خب راستشو بخوای من دیگه اصلا نمیبینم ماشینم وای کجاست. خیلی استرس داره، هر لحظه ممکنه یکی از مینا بترکه. وای نمیخوام نگاه کنم. خب وقت گرفتن یه تصمیم مهم دیگه سر دوراهیه. میری راست؟ آره. آخ ای قلبم، خدا. خیلی استرس داره. البته هر چقدر با ماشینای خالید مینای بیشتری رو بهتره کنی، ماشین نهایی جاش امن‌تره. تا اینجا که به خیر گذشت. نظرت چیه؟ میرم چپ. چی شد چپ رو انتخاب کردی؟ چون مسیرهای سخت داره، هرچی سخت‌تر یک بهتر. کلام از ننه عروس. کارل، مسخره بازی در نیار. شرمنده، میدونم موقعیت خیلی حساسه. آره، بیشتر از نصفش تا رفت. اینجا که مینی نبود، ولی خب هنوز تا خط پایان فاصله زیاده. تو همین مسیر میمونم. داشمون به کتفشم نیست. بابا این دیوونه است. خب مسیرت مشخص شد، ولی آیا همه مسیر رو یادت میاد؟ نه، ولی یه گلی به سرم میگیره. پس باران از آخرین ماشینش استفاده کرد تا مطمئن بشه که مسیر رو به خوبی به یاد داره. مسیر رو یادت باشه. چون تمام جایزه $400,000 توی این ماشین آخری. حالا که مسیر رو بلدی، من میگم بیا واسه این آخریه یه کار باحال کنیم. باز چه خوابی واسم دیدی؟ این دفعه ما هم پشت ماشینش میریم، بریم تو کارش. همگی به پیش. اینجوری اگه بره روی مین میتونیم با چشای خودمون ببینیم که پولاش میترکن. آره. الان عملا داریم بین 2 تا مین را میریم. این آقایی که اینجاست مسئول ایمنیمونه و هی میگه بیاید عقب، پس بیا عقب لطفا. ایشونو استخدام که کارل بچه انگار تو یه تختت کمه. این بچه حالا خوبه همتون وسط میدونین، فقط واسه من خار داره. آقا بریم ادامه. یا خدا، قاطی کردم مسیر درست منم کدوم یادم بود؟ نمیاد اینجا راست بود. راست بود یا چپ؟ ای سب کن داداش، چرا انقدر تو میری؟ تو یه مینه دیگه بری کلن ویدیو مالیده. ای وای ای وای ای یا وای. خدا. تبریکات ویژه، پولتو نجات دادی. جونم. خدمت شما. یواش، دارم خفه میشم. ای وای درش بیا، حواسم بهت هست نمیری رو دستمون. ای وایسی ماشین رفت. نگرش دارید بابا، اگه میرفت رو مین هممون میترکیدیم. نامرد داره بر میگرده. ترمز کی نداره. میگفت ترمز نداره؟ بعد رفت دقیقاً پشتش آره میخواستم ترمز بگیرم. خیلی خوب، پشت ماشین پناه بگیر. واسه چی پناه بگیری؟ چون میخوایم همه مینایی که نترکیدن رو الان وای بترک ای کنیم. وای ای وای.
واسه تله بعدی. از همونجا رد شدی. متاسفانه کشتن بایرون از چیزی که فکر میکردم سخت‌تره، ولی خب تو این تله مرحله بعدی براش یه چیز پنجم. ویژه در نظر داریم. بایرون لطفاً چشم‌بندتو بردار. بایرون تو تله بعدی قراره تو رو زنده به عجیبه. گورت کنی. ای سگ تو رو شما تو این تابوت دراز میکشی و منم کلی خاک میریزم رو تو، بعد شرایط چالش رو برات توضیح میدم. بهم اعتماد داری؟ برو پسر راستش. برو زنده هر بگو وقت شو بودی برو به تو. سرویس هم یه 7 روز تبرم زنده برات بگو گذاشتیم و دیگه به این نردبونم نیاز نداری. برو ماه را مومش کنید. رحم الله. ببین ما رو به چه روزی انداختی یا خدا رو خوش نمیاد آخه بگو جوون. که اجازه داریم زنده به گورت کنیم. اجازه داری زنده دفنم دست کنی. به جنبوریم پسره. وای خدا. بیا مرزتت بایرون شرمندم. آره جون عمت. تا داری دفن میشی میتونی زیر بالشتو چک کنی. اونجا برای یه مستر بیس شکول گذاشتیم و یه اسنک گوشت مشتی که حالشو ببری. آره پیداشون تو کرد. بدن پر عضله‌ای داشتی آره؟ آره و میشه. عضله‌های گنده پروتئین میخوان مگه نه؟ درسته. واسه همین اسنکایی که بهت دادیم پر از پروتئینه. یه جورایی همش گوشت دیگه. همش دایش این بدترین موقعیتیه که تو کل عمرم داشتم، ولی خب حداقل عضله‌ام با این استکا قوی تر میشه. وای خدا. فاتحه هم از سلام. جناب تمام. علی رسما زنده به گور که از شدی. چه حسی داخل داری؟ میتونه تعریفی بیرون نداره. ببینه. همونطور که فکر کنم میبینی خیلی- اینجا یه کوره بزرگ آتیش داریم و یه نوار نقاله که مستقیم میره تو دل آتیش. اهرامو بکش. راه افتاد. البته اینا فعلا پولای تو نیست، همینطوری تستیه، ولی تا چند لحظه دیگه پولای واقعی تو یکی یکی میندازیم تو این کوره آتیش. اگه پشت سر تو ببینی یه تبر اونجا گذاشتیم. تو باید با استفاده از اون تبر تابوتو بشکنی، یه جوری از زیر اون همه خاک بیای بیرون و بری اهرامو برگردونی. اینجوری نوار نقاله میسته و در نتیجه پولا دیگه نمیسوزن. چالشو ببین. خیلی خوب، کارل خاموشش کن. حالا پولای واقعی بایرونو بذار رو نوار. پای مرگ دیگه میجنگم. دست خودتو میبوسه. شمارش معکوسم با خودت. 3 2 1. بکش اهراما. حالا پولات دارن رسما میرن تو دل آتیش. موفق باشی. دلت نمیسوزه داری پولاشو میسوزونی؟ معلومه که میسوزه. پس این لبخند شیطانی چی رو صورتت؟ اولین مرحله اینه که در تابوتشو بشکنه. ای وا اینجا چه گرم، خودم دارم جزغاله میشم. تا اون در خودش از تابوت نمیشه نجات اون میده، شیشه رو منم میخوام یه بشکونه؟ محصول جدید بهتون معرفی کنم. بهش میگن دووس، چون 2 تا طعم مختلف داره در واقع. بچه‌ها نظرتون چیه؟ من واقعا هر دو طعمشو دوست داشتم. ولی اگه دنبال تنوعی میتونین انواع با هالاپینوش اینکه این محصول تو ایران نیست، ولی خب با استفاده از این کد میتونید برید تو صفحه‌شون. پولاش حسابی تو هوا پخش شده. $1 گیرم اومد تو هوا، گرفتمش. خیلی خفن بود. کاملا اتفاقی بود، جلوه‌ای ویژه‌ام نبود. داداش پولات دارن میسوزن. بچه‌ها این پولا دارن شعله‌های آتیشو بیشتر میکنن. زود باش بایرون، بیا بیرون دیگه. تا اینجا بیشتر از $10,000 از پولات سوخته. ای وای من. بودا دیگه. رفتیش رفت برو دیگه برو کوشی. هنوز نیومده بیرون. داره میاد بیرون. چیزی نمونده. ای خودتون دستتون نبری. انجام رفیق. حاجی مک در مقابل این چالش اصلا انجام نداده. پاره شد بنده خدا. داداش قبل از اینکه بریم مرحله بعد بیا یه دونه از اینا بزن روشن شی. خدای خیلی خوش. امیدوارم این استک کلی پروتئین بهت رسونده باشه، چون واسه مرحله بعدی بعد جور پروتئین لازمی. خب به تله بعدی خوش واسه اومدی. یکی یه خورده پشت استرس. سرت $384,000 که جمع کردی. از جا تکون نخور فعلا. تله رو راه بندازی. یا خدا. باید از نظر لوله چالشی پولیکا بره بالا. برامون بالا برای مالا عبور از این آره. تله باید در حالی که کل پولت ازت آویزونه از این برج 18 متری بالا بری. ولی این تله با قبلی فرق داره، یا کل پولو میبری یا هیچی. اگه حتی یه بار بیافتی یا یکی از کیسه ها رو بندازی، مثل بقیه ویدیوهایی که تا حالا داشتیم کل پولو از دست میدی. ولی خب مجبور نیستی که کل پولو با خودت ببری. واسه سبکتر شدنت میتونی بیخیال یه مقدار از پولا بشی. وزن کل این پولا بیشتر از 90 کیلوه، پس تصمیم خودته که چقدرشو با خودت ببری بالا.
یکی از چیزایی که دارم بهش فکر میکنم اینه که پولا رو تا جایی که میشه تو قسمت‌های بالایی برج بذارمش. آها، پس اگه کیفا رو بذاری رو اون سکو اینطوری حداقل یه متری به نفعت میشه، درسته؟ اگه بتونه یه جوری تو این مرحله تقلب کنه دیگه هیچ وقت تکاورای ارتش رو دعوت نمیکنم تو ویدیوها. اگه نتونی تقلب کنی که تلاش تو نکردی. که راست میگی. بچه‌ها واقعیت شک دارم تا بالا برسه. بذار نشونت بدم این بدن چی کاره. بابا تو دیوونه ای. من برم بالا ببینم چی کار میکنه. خیلی‌ها تو زندگیم بهم باور نداشتن که بتونم به چیزایی که میخوام موسو بیارم این ور اون تایمر رو ببینم. برسم. پس هدفم اینه ثابت کنم من از پس همه چی برمیام. حالا وقتشه که تصمیم مهمتو بگیری. میخوای سعی کنی چقدر از اون پولا رو با خودت بیاری بالا؟ یا همش یا هیچ. جنابالی یه تختت کمه. حتی یه کیف اضافه هم ممکنه به قیمت از دست دادن کل پولا تموم شه. نمیخوای لااقل یه 50,000 تایی رو بیخیال شی؟ نه خیر. خب رسما رفت تو کارش. اگه بیفته ویدیو همینجا تموم میشه و اونم هیچ پولی گیرش نمیاد. به محض اینکه همه ی کیسا از زمین جدا بشن کل وزنشون میفته رو دوش بایرون. خداییش این یکی بچا نگاه کنین کیفا اینه اون دوم ازش آویزونه. داشمون واقعا داره با 90 کیلو پول یه شیب 90 درجه رو میره بالا. داداش اوضاع چطوره؟ تو ربطی نداره. دارم میام. سرگم داره میاد. ای وای داره میفته. داره همه ی زورشو میزنه. وای خدا. ای خدا. خب رسید به سخت‌ترین قسمتش. یا خدا کمک کن. 90 کیلو پولو ورداش آورد بالا. گفتم که میام. وای خدا جون از سر راش برم کنار. به خدا این داداشمون از خفنای روزگاره. نمیدونید این کیفا چقدر سنگینه. باریکلا پسر، موفق شدی. آره. مردم معمولا نمیدونن که پول میتونه چقدر سنگین باشه، مخصوصا وقتی اینقدر زیاد باشه. داداش فقط یه تله دیگه مونده تا من کل این پولو واسط کارت به کارت کنم. برو که دهنت سرویس بشه و 400 کام نبره. خیلی خوب بریم اوراقی، جایی که آخرین چالش بایرون در انتظارشه. آماده ای یا نه؟ من آمادم. وای من آمادم. چرا فیگور میگیری؟ وقتی معذبم اینطوری فیگور میگیرم که حالم خوب شه. منطقیه. چشمندتو بردار، به چالش نهایی خوش اومدی. آو. تو باید بتونی از پولی که اینجاست چیکار کنی با باهاش؟ محافظت کنی. یا اول فصل من 3 تا کارگر در اختیارت میذارم. جون ما. کلی ماشینالات هم داری. خوبه. و میتونی از هر چیزی که اینجاست استفاده کنی تا 8 ساعت دیگه که این بمب میافته پایین. پس زیاد باشه. تو ویدیوهای قبلی حتی وقتی شرکت کننده ها 24 ساعت وقت داشتن بازم نتونستن پولشون رو نجات بدن. اگه بایرون توی 1/3 این زمان موفق بشه یه جورایی رکورد زده. حالا باید ببینیم چی قابل اشتعاله و چی نمیسوزه. سقف این ماشین پلاستیکیه پس قطعا میسوزه و ما لازمش اینجا یه عالمه کاپوت ماشین داریم. به نظر اینا سوختنی ان؟ نه. میتونی این خیلی باهوشتر از مکه. مک یه مقداری عقلش ناقص بود. به عنوان سپر بذاریشون بالا. آره خب بچه‌ها میخوام تا جایی که میشه این کاپوتا رو اینجا جمع کنین. خیلی خوب باشه. اگه روشون چیزی مثل نمد هست که میسوزه باید بکنیدشون. پس نذارین هیچی روش بمونه، فقط فلز خالص. خیلی خوب بریم. نظرت راجع به اینا چیه؟ نه به هیچ عنوان. میتونی پلاستیکاشو جدا کنی یا فقط فلزا بمونه؟ باشه حله. میخوام پلاستیک داخلشو در بیارم و با قفسش یه لایه حفاظتی دور پولم بکشم. حالا که پلاستیکای قابل اشتعال در آورد میتونه یه چارچوب فلزی خوب دور پولا بکشه. برم تو نبوغت داداش. نظرت راجع به اینا چیه؟ به هیچ عنوان. احتمالاً این بمب یه سری ماده آتش‌زایی خیلی قوی تو خودش داره، پس حتما سرعت سوختیش خیلی زیاده و این چمن مصنوعی هم قابل اشتعاله. خب دیگه ولی تو ویدیو باحال میشه. برام مهم نیست. باش میدونستم اینو میگه. باید همه یه چیزای قابل اشتعال رو دور کنی چون با میتونه انقدر دمای محیط رو بالا ببره که همه چیز آتیش بگیره. حالا این کاپوتا رو میاریم اینجا. آها میخوای با کاپوتا سپر درست کنی؟ آره حالا قفسا رو میاریم بعد تا جایی که بشه اینا رو هم میچینیمشون و باهاشون یه برج فلزی چند طبقه‌ای میسازیم تا جایی که دیگه بگن نمیشه از این بالاتر. میتونیم تا دلت بخواد بالا ببریم. باشه پس میریم تا آسمون. خیلی خوب موفق باشی. با اینکه بایرون خیلی به نقشش مطمئن بود ولی حس میکرد هنوز یه چیزی کمه. میخوام با اینا یه لایه دیگه هم بالاش درست کنم. باید تا حد ممکن پولا رو امن نگه داریم. میدونم گفتم هرچی ماده قابل اشتعالش کمتر باشه بهتره ولی اگه عایق بندی بشه شاید دیگه اصلا به پولامون آسیب نشه. تو ایندیانا جونز این از انفجار جون سالم بده. آره ولی جنس ها دیگه کیفیت قدیمو ندارن. جدی
چی؟ یعنی فکر نمی‌کنی که دووم بیاره؟ خواب احتمالش هست. احتمالاً بایرون شوخی ایندیانا جونزیمو جدی گرفت، چون برای محافظت از پولش یه چیزی پیدا کرد که براش حکم طلا داشت. این چی؟ اینجا چی پیدا کردی؟ بیا برش گردونیم. 1 2 3. عجب چیزیه، این خیلی به درد میخوره. حالا پولا رو میذاریم این تو، بعدش هم میبریم زیر برج فلزی دفنش میکنیم. حالا که بایرون همه یه چیزایی که لازم داشت و پیدا کرد، سرعتش خیلی بیشتر شده. گرفتیش؟ خوبه، میچینیمش روی این کاپوتا، روی این محفظه. وسط این فضا باید با بلوک‌های سیمانی پر بشه. من کلن آدم صفر و صدی هستم، میگم یا موفقیت یا مرگ. هیچ راه دیگه هم جز این دوتا راه هیچ وقت نقشه جایگزین نداشتم. اگه آدم هیچ ترسی نداشته باشه به نظرم لالواش خیلی راه داره برای این خود این نقشه دفاعی بایرون واقعا خوب به نظر میرسید. البته تا قبل از اینکه یه قایق فایبرگلاس گنده رو بذاره رو سازش. این قایق به شدت قابل اشتعاله و بعیده بتونه جلوی اون بمب گنده‌ای که قراره روش بندازیم و بگیره. قایق جنسش فایبرگلاس نیست؟ وای راست میگی، نذارین هیچی روش بمونه. میخوام فقط فلز خالص باشه. الان واقعا گیج شدم. زمان تموم شد. ردیفی؟ آره ولی راستشو بخوای الان دارم به همه چی شک میکنم. دیر گفتش. انشالله که توش موزه. حالا چطوره رفیق؟ ترکیدم داداش، تو رسما منو زنده به گور کردی. مجبورم کردی 90 کیلو پولا با خودم بکشم بالا. اون میدون مینو فراموش نکنی. مجبورم کردی از وسط یه میدون مین رد شم. از با یه خرس انداختم توی اونم نه هر خرسی، یه خرس. این پسر اگه برده باشه که برده، اگر نبرده باشه مطمئنا همین الان داره توی ویدیو دیگه شرکت میکنه و داره ریکورد میکنه سرویس برای قسمت‌های بعدیش. امیدوارم که ببره. 500 کیلویی داداش. من همه این مراحل رو طی کردم تا به این صحنه‌ای که جلوی رومه برسم. آره همه چیز به این لحظه بستگی داره. تنها چیزی که واسم مهمه اینه که همیشه به چشم زن بچه‌ام یه قهرمان میام، اما خیلی برام با ارزشه که فهمیدم ترس چیز بدی هم نیست. مهم اینه که تو دل ترس واکنشی از خودت. رقابتی سر $384,000. خانم تو و بچه‌هات هم اینجان که از نزدیک تشویقت کنن و همه چیز به این انفجار بستگی داره. وای استرس داری؟ آره قلبم داره میاد تو حلقم. باش. فکر کن بیفته توش چی نباشه واقعا. حرف آخری نداری؟ بریم تو کارش. نه سرویس قطعا یه چی اون 2 1 بمب بندازید. خدا چیگوی اتم زد بیشرف. همه چی آتیش گرفته. آتیشش خیلی زیاده. هوا هم منفجر شده. این بمبای اتمی. بایرون بمب تازه منفجر شده، مواظب باش. نه های بدشور داره میسوزه. باش بایرون خاموشش کن. بگیر زیر قایق بابا، بگیر زیر های قایق. بازم هست. باید خاموش کنم. این همون یخچالیه که همه پولاشو گذاشت توش. نه پولا سالمه. خیلی خواب، آروم بذارش پایین. سگه سرنوشت ساز. پولا سالمه. پولا سالمان، پولا سالمان، پولا نسوخته. باشه درش وحشی بازی نره، همش مال خودته. تبریکات ویژن تو $384,000 $384,000 تا جیمی موفق شدم این پول زندگیمو نجات میده. یه تراکتور میخرم. یعنی چی یه تراکتور میخرم؟ کانال سابسکرایب کنید. راست میگن. امیدوارم در جای زندگیتون و در جایگاه‌های متفاوتی قرار گرفتین در زندگی بتونید مثل این رفیقمون بایرون ببرید و همیشه جیباتون پر پول باشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. بدرود.